عرض ادب و احترام خدمت تک به تک دوستان عزیز، کسایی که جدید وارد این کانال و گروه ها شدن و کسایی که از قدیم با ما بودن. بچهای لرستان، کاری تو لرستان، البته بعد کار همدان یه دونه کار تو لرستان باز شده، صداش هم در نیاوردن. البته دو به شکیم شاید بچهای میراث باشن، چون کاریو که اومدن تخلیه کردن و پرش کردن. شاید از بر بچهای میراث باشن، به نمونه کاری که توی برامان و توی ارومیه رفتیم، فیلمش هم گذاشتیم توی کانال و فیسبوک، میتونید بررسی کنید. همون کاری که میراث اومده بود تخلیه کرده بود و ما رفتیم بررسی کردیم و مستندش هم گرفتم. 7 دقیقه فیلم ضبط کردم توی تونل های پی در پی، اتاقات های پی در پی، تو عمق زمین 64 متر عمق زمین رفتیم فیلم برداری کردیم. فیلمش هم میتونید توی کانال و گروه ها مشاهده کنید. حالا اینم کار لرستان به گوشمون رسیده، نمیدونم حالا میراثه، کار میراثه، کار بچه‌های لرستان نمیدونم. حالا هنوز اثبات نشده که کار کیه، ولی کار خوبی بوده که اومدن باز کردن و پرش کردن. گفتم که در اطلاع باشید، یه همچین چیزی ما میدونیم و بعدن هم صداش در میاد توی رسانه ها. بعدن هم صداش در تاریخ امروز چندمه؟ امروز یکمه. توجه داشته باشید. حالا کی صداش در میاد خدا میدونه.